یک نکته اساسی انقلابی موندنه. برادران عزیز، خواهران عزیز، بنده الان کاملا جلو چشمانه کسانی بودن که سال 58 مثلا که بنده عضو شورای انقلاب بودم اون وقت و هنوز رئیس جمهورم نبودم، می آمدن پیش ما می شستن، ما که حالا خودمون جزو بچهای انقلاب بودیم و حالا مثلا سوابق مبارزاتی فلان حرفایی می زدن تند، داغ، آتشین که ما چشممون خیره میموند که اینا کیان دیگه، اینا اینقدر، یعنی به اصطلاح تعبیر فرنگی ما با سوپر انقلابی. خب بعد برگشتن، نموندن انقلابی. همون افراد با اون شیوه برخورد، با اون شیوه نگاه نتوانستن خط رو ادامه بدن، طاقت نیاوردن. ببینید حقیقت قضیه اینه ها، طاقت نیاوردن. رفتن تو این راه، موندن در این راه طاقت میخواست، طاقت نیاوردن. فاستقم کما امرت، بایست، بمون، ادامه بده راه رو. خب پس ببینید مشکلتر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی موندن است.